کریمی بعدش پشیمون نشدم. آقا من ایشونم شما خوبی؟ نه این میکروفون بخواد. چه خبر خیلی؟ چه مظلومی هستن با 2 نفری. میکروفون بهش بدیم بابامونو میاره جلو چشمون. به خدا میترسیم بهش میکروفون بدیم. حسن ریاضی. نه من الان قشنگ میکروفونو میدم اصلا بابام خوابه الان جلو چشم نمیاد. خواهرم با شما کاری نداره. حسن خدا وکیلی اگر به افتخارش الان خوب دست نزنید بعدا نشید میشید. به نام خداوند. میگو اگر روزی رفتی استخر در آب استخر دیدی که یه آقایی بی تحرک تو آب استخر وایساده و به یه نقطه خیره شده، اون داره کاری رو میکنه که نباید بکنه. یکیشون هم گرفتن با چک و لگد از استخر بیرونش کردن. این چه کاری بود مرد اسرائیل؟ گفت همه این کار رو میکنن. گفت همه این کار رو میکنن اما نرو دایی. تو داییشون چی؟ چکار کنیم میکنم؟ افتخار من دست باشم. انرژی هست؟ با آقای دکتر در حدود 1 ماهی میشه که هر شب خواب رسید. دکتر گفت دقیقاً برای توضیح بده چه خوابی میبینی؟ با آقای دکتر شبها خواب میبینم که با خراب فوتبال بازی میکنم. دکتر گفت من برای یه قرص می‌نویسم از امشب بخور دیگه هرگز خواب نمیبینی که با خراب فوتبال بازی کنی. با آقای دکتر نمیشن از فرداشان بخورم گفت واسه چی؟ گفت امشب فینالشه. خواننده نیستم، من یک شومن هستم. دوم باید بگم با همه احترامی زیر نویسی شما درسته؟ موهاتو خیلی جلوشو کوتاه میکنم. باید به هم دیگه بگم اشکال کجاست. کاری اوقاتم هر باشه رو شاید باز میکنم. تازه این خوبه. از خوشگلی فقط کچلش به مایرس رسیده. از این قریبه. یکی از رفقاش خیلی عظیم برو از شما یکی از رفقاش کاملا تاسه رفته بود همون برای شما دست دادن حلکی حلکی بچه معروف شدی. آقای محترم دیگه قرار نشد نقش پلنگ به صورتی نمازه کنم. اینجا آرتیست منم با من درست صحبت رو دستتو بندازم. یکی از رفقاش تاسی رفته بود همون با کفشور همون کلش شسته همش اسیده دیگه پوست کلش سوخته بود. بهش بودم مرد حسابی روش رو بخون بعد مصرف کن. گفت اتفاقا خوندم نوشته بود برای سطوح صاف. ساعت فیزاده است ساعتی به مجلسه موسیقی خواهش میکنم مخاطرشون از اصفهان اومدیم. این حرفایی در مورد اصفهانی داده میشه من قبول ندارم. میگه بیزینس چیست؟ کلمه ایست که اصفهانی وقتی که یک دوچرخه رو میگه که زین نداره میگه دوچرخه بیزینس. شامپاین چیست؟ شامپاین وقتی اصفهانی میخواد بگه بفرمایید شامپاین. شامپاین اصفهانی تو اتوبوس حالش بد شد توی نایلون اون کارو کرد و ته نایلون رو سوراخ کرد و از شیشه گرفت بیرون. این آبش میپاچه تو سر صحبت مسافران. میگفتن بنداز اون لعنتی رو. میگفت میخوام برم جاشو ببرم واسه مرغان. خیال نمیشه که میگه برنامه رو تمام به جون خودم مردم حمایتون از من